Hallo liebe Leute, ich bin das Studentin. نه آلمانیا خیلی رو جنسیت حساسن. باید بگی ich bin die Studentin. Hallo Freunde und willkommen auf unserem YouTube-Kanal. سلام دوستای خوبم، به داشتید خوش اومدین. من فاطمه‌ام و امروز قراره به شما گرامر خیلی مهم در دی داس رو درس بدم. مثل هر زبان دیگه‌ای توی آلمانی هم ما کلمات رو به چند دسته تقسیم می‌کنیم. دسته‌هایی مثل فعل، قید، صفت و یکی از دسته‌های خیلی مهم توی زبان آلمانی اسم هست، نومن. حالا چرا نومن توی زبان آلمانی اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه آلمانی‌ها اسم رو میان با جنسیتش عنوان میکنن. موقع حرف زدن، موقع نوشتن و موقع مکالمات روزانه‌شون میان نومن رو همراه با جنسیتش به کار میبرن و جنسیت در زبان آلمانی بسیار بسیار مهمه. برخلاف بیشتر زبان‌ها آلمانی 3 نوع جنسیت داره. نمیگم 3 تا جنسیت، 3 نوع جنسیت داره. جنسیت مسکولین یا مذکر، جنسیت فمینین یا مؤنث و جنسیت نویترال. این جنسیت نویترال نه مؤنثه نه مذکره. حالا در کل شما از هر کسی که بپرسین میگن این اسامی و این جنسیت ها یه چیز سمایی هستن، یعنی اینکه شما باید با شنیدن، با تکرار مکررات و این چیزا باید حفظش کنین، با شنیدن زیاد باید حفظش کنین. ولی خب من میگم که یه راه حل هایی وجود داره برای دور زدن این قضیه. یه سری نکات ریز رو اگه بهش توجه کنین میتونین راحت تر حفظشون کنین این جنسیت ها رو. من امروز توی این ویدیو قراره که به شما نکات ریز رو تدریس کنم. حالا اگه اسامی ما اسامی مذکر باشن، یعنی مسکولین باشن، قبل از اونها در حالت فاعلی یعنی در حالت نومیناتیو حرف تعریف معین در میاد. در حرف در میاد. برای چی؟ برای حالت اسامی در حالت فاعلی یا نومیناتیو. ببینید دقت کنیم، ما مفعول مستقیم داریم، مفعول غیر مستقیم داریم، گنتیو داریم، نومیناتیو داریم. من امروز فقط قرار حالت نومیناتیوش رو بهتون بگم و اون حالتایی که خب راحت تر بتونین اسامی رو حفظ کنین که جنسیتشون چی هستش. حالا میریم سراغ مسکولین. چه کلماتی مسکولین هستن و در قبلشون میاد؟ اول با اندینگا شروع میکنیم. اونایی که کلماتی که به این حروفی که میگم ختم میشن، اینا غالبا، نه همیشه، غالبا مسکولین یا مذکر هستن و قبلشون اگه نومیناتیو باشه در میاد. اولیش که میخوام بگم اق هستش. اق مثل در لقا. در لقا یعنی معلم، آموزگار، استاد. در کامپیوتر. در کامپیوتر یعنی کامپیوتر. در فاقا. در فاقا یعنی راننده. دقت کردین تمام اینا آخرش اق داشت و حرف تعریفشون هم در هستش. بعدی کلماتی که به ان ختم میشن مثل در گارتن اون در اوفن. گارتن یعنی باغ یا باغچه، اوفن یعنی اجاق گاز، اجاق. در اوفن. بعدی کلماتی که به ای گ ختم میشن مثل در هونیش. در هونیش یعنی عسل. بچه‌ها اینجا گ تلفظ ش هستش. در هونیش. در هونیش میشه عسل. اودا در کونیش. در کونیش یعنی شاه، پادشاه. بعدی کلماتی که به لینگ ختم میشن ال ای ان گ. در لرلینگ. در لرلینگ یعنی کارآموز. اودا در شمتلینگ.
در شمتالینگ، البته میتونیم اشمتالینگ هم بگیم که بهتره. در شمتالینگ یعنی پروانه. باورتون میشه پروانه جنسیتش مذکر هستش؟ پروانه به این قشنگی باید مؤنث باشه. در شمتالینگ. بعدی کلماتی که به ایسموس ختم میشن مثل در ریالیسموس، یعنی حالا مکتب واقع گرایی، ریالیستیک میگن تو فارسی، چه میدونم چی میگن تو فارسی، هم مکتب واقع گرایی. در ریالیسموس، در توریسموس. کلماتی که به او ختم میشن مثل در موتا، در موتا، ادا در دکتر، در دکتر، موتور و دکتر که واضحه. و حالا یه سری دستجات داریم روزهای هفته بچه ها، مثل میتاگ، دونستاگ، میتبوخ، اینا همشون با در میان. ماها مثل یانوار، فوریه، اینا هم همشون با در میان. فصلها مثل زوما، اینها هم با در میان، مسکولینن. جهت‌های جغرافیایی مثل نودن، اینها هم با در میان. وسایلی که داریم اغلب، حالا اون گجت منظورم، وسایلی که استفاده میکنیم در طول روز مثل فنزا، مثل یعنی تلویزیون، یا در کامپیوتر مثل کامپیوتر، اینها هم با در میان غالبا. و خب اسامی که کلا مذکر هستن دیگه، مثل در فاتا یعنی پدر و در مان یعنی حالا شوهر یا آقا. حالا میریم سراغ حرف تعریف بعدی که دی هستش برای اسامی فمینین یا مؤنث. در حالت چی؟ اگه گفتیم آفرین، در حالت نومیناتیو، در حالت فاعلی دی میاد قبل از اسامی مؤنث. اسمهایی که به ا ختم میشن غالبا مؤنثن، مثل دی بلومه یعنی گل، دی لامپه یعنی لامپ، چراغ. اسامی که به هایت و کایت ختم میشن مثل دی فرایهایت، دی فرایهایت یعنی آزادی. دی موگلیشکایت، دی موگلیشکایت یعنی امکان. اسامی که به اون ختم میشن او انگ. دی سایتونگ، دی سایتونگ یعنی روزنامه. دی بدویتونگ، دی بدویتونگ یعنی معنا. اسامی که به شافت ختم میشن، به شافت ختم میشن مثل دوستی که میشه دی فروندشافت، دی فروندشافت، یا مثل دی گزلشافت، دی گزلشافت. اسامی که به ایون یا تسیون ختم میشن مثل دیناتسیون، دیناتسیون یعنی ملت، یا دی زیتوتسیون، یا مثل دی زیتوتسیون، دی زیتوتسیون یعنی وضعیت. اسامی که به ایک ختم میشن مثل دی موزیک، دی موزیک موسیقی، دی فیزیک، دی فیزیک. اسامی که به تت ختم میشن، تت، ت آوملات اون ت، مثل دی اونیورسیتت، دی اونیورسیتت یعنی دانشگاه، oder دی ایدنتیتت، دی ایدنتیتت یعنی هویت، هم آیدنتیتی انگلیسی. اسامی که به ای ختم میشن مثل دی فامیلیه، دی فامیلیه یعنی خانواده، اون دی تئوری، دی تئوری یعنی نظریه.
دقت کنی اینجا ت ها مثل انگلیسی نیستش که ت تلفظ بشه، اینجا ت تلفظ میشه. اوه مثل دیکولتور، دیکولتور یعنی فرهنگ. اون دیناتور، دیناتور یعنی طبیعت. و میرسیم سراغ یه سری دستجات. بچه ها اعداد اگه در قالب اسم باشن یعنی به عنوان اسم کار برده بشن همشون حرف تعریفشون دی هستش در حالت نومیناتیو. دی اینز، دی زوای، دی دقای. اسم درخت ها، اسم گل ها، اینها همشون مؤنثن، مثل دی روزه گل روز، دی بیرکه مثل درخت توس، دی بیرکه. اسم کشتی ها، اسم ماشین ها مثل BMW، مثل حالا اینجا که نوشتم تیتانیک، هم تایتانیک، اسم اینا هم با دی میاد. و اسامی که واقعا خانم هستن دیگه، مثل دیفقا یعنی همسر خانم زن، و دیشوستر، دیشوستر میشه خواهر. میریم سراغ حرف تعریف بعدی که داس هستش برای اسامی نویترال، نه مؤنث نه مذکر، در حالت نومیناتیو. کلماتی که به شن یا لاین ختم میشن، اینا اغلب برای این به این شن یا لاین ختم میشن که مصغر کنن یه چیزی رو، کوچک کنن. حالا کوچک تحقیرآمیز نه، کوچک عزیز شده، یه همچین چیزی. مثل یا کوچکی که برای حیوانات به کار برده میشه، بچه، مثلا بچه گربه، بچه خرگوش، اینطوری. مثل داس متشن، داس متشن دختر بچه. Das Fräulein، das Fräulein یعنی دوشیزه. اسامی که به منت ختم میشن، به منت ختم میشن. Das Instrument، das Instrument هم میشه ابزار، هم میشه حالا اون ساز، ابزار موسیقی. Das Dokument، das Dokument میشه مدرک. اسامی که به اون ختم میشن مثل das Zentrum، das Zentrum میشه مرکز. oder das Museum، das Museum میشه موزه. اسامی که به توم ختم میشن مثل das Eigentum، das Eigentum oder das Christentum، das Christentum میشه مسیحیت. کلماتی که به ما ختم میشن مثل das Thema، das Thema میشه موضوع. oder das Drama، das Drama همون درامای خودمون. و دسته‌بندی برای کلمات داس. معمولاً کلمات برای بچه ها یا بچه های حیوانات از داس استفاده میکنیم، مثل داس کیند، داس کتشن، داس کتشن میشه بچه گربه. برای انواع اقسام زبان ها مثل داس دویچ، داس انگلیش. برای افعالی که تبدیل به اسم شدن توی زبان آلمانی، یعنی فعل بودن تبدیل به اسم شدن، مثل داس اسن یعنی غذا، داس ترینکن. برای رنگ ها در حالت اسم مثل داس بلاو، داس روت. برای فلزات مثل داس گلد، داس زیلبا، زیلبا میشه نقره، گلد هم که میشه طلا، داس گلد، داس زیلبا. و در نهایت برای اسامی که از زبانهای دیگه وارد زبان آلمانی شدن، از زبانهای مثل یونانی یا لاتین وارد زبان آلمانی شدن، مثل داس هتل، داس آتو. و میرسیم سراغ اسامی جمع. هر کدوم از این اسامی که الان گفتیم در حالت جمع حرف تعریفش میشه دی. این دی رو با اون دی فمینین قاطی نکنید لطفا.
مثلا کلمه تیش خودش درسته حرف تعریفش در هست، در تیشه، اما در حالت جمع میشه دی تیشه. oder der Apfel میشه die Äpfel. die Katze میشه die Katzen. die Frau میشه die Frauen. das Kind die Kinder. und das Buch die Bücher. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. اگه فکر میکنین این آموزش به درد کسی میخوره حتما براش ارسال کنین. اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کار بکنین و زنگوله رو هم بزنین تا اولین نفری باشین که همیشه ویدیوهای ما رو میبینین. به امید دیدار. آن چوس.